سلام، امروز می‌خوایم با هم اولین ویدیوی آموزشیمون رو بگیریم. کیک سه شیر. نیاز داریم به 5 تا تخم مرغ، 250 گرم شکر، 250 گرم آرد، 100 گرم شیر، یک قاشق چایخوری بیکینگ پودر، یک دوم قاشق چایخوری وانیل، 200 گرم شیر، نصف قوطی شیر عسلی البر و یک خامه صبحانه بر روی خامه قنادی و پودر پسته برای روی تزیین روش. خب با هم شروع کنیم. اول سفید زرده رو جدا می‌کنیم. نصف شکر رو به سفیده اضافه میکنیم. نصف زرد وانیل رو به سفیده اضافه میکنیم. نصفش هم بزنیم هم میزنیم. سفیدمون رو باید فرم بگیریم. سفیده وقتی به این بافت رسید کنار میذاریم. سفیدمون قشنگ سفت شده. حالا زرده رو فرم میدیم. شکر رو اضافه میکنیم. حین کار ظرفمون رو دورگیری میکنیم. زردمون که سفید و کشدار شد، شیر رو اضافه میکنیم. آرد و بیکینگ پودر رو الک میکنیم. آرد و بیکینگ پودر رو الک میکنیم. کم کم اضافه میکنیم. دیگه از این مرحله به بعد با لیسر کار میکنیم. حالت دورانی مواد رو با هم قاطی میکنیم. بقیه شکر رو اضافه میکنیم. سفیده ها رو اضافه میکنیم. و دورانی هم میزنیم که پوف کیکمون نخوره. مواد اون خوب با هم ترکیب میکنیم که مواد آردی و سفیده یکسان بشه، با هم قاطی شه. تو قالب مورد نظر که یه قالب 20 درصی برمی‌داریم. موادمون رو می‌ریزیم. موادمون رو توی قالب اصلی می‌ریزیم و داخل فرق با دمای 180 درجه به مدت 40 دقیقه. 200 گرم شیر داغ و نصف قالب شیر عسلی اضافه می‌کنیم. نه، مواد رو با هم مخلوط می‌کنیم. یک دست شو روی کیک می‌ریزیم. روی کیک می‌ریزیم تا به خوردش بره و 1-2 ساعت درون یخچال می‌ذاریم و بعد لایه آخر خامه قنادی رو فرم میدیم و روشو خامه کشیم. استراحت کرد، روشو خامه میکشیم. 250 گرم خامه‌ای که داشتیم و فرمش دادیم، حالا روی کیک میکشیم. بعد از خامه کشی پودر پسته رو روش میریزیم. ممنون که تا اینجا همراه بودین. لایک و ساب یادتون نره. یه کامنت کوچیک بذارین. تشکر.